کشنده ترین موجودات جهان رتبه دهم به شیرها میرسه که سالانه حدود 200 تن انسان رو از پای در میارند. نهم اسب‌های آبی سالانه 500 تن. هشتم فیل‌ها 600 تن. هفتم کروکودیل‌ها سالانه 1200 تن. ششم عقرب‌ها 4000 تن. پنجم سنه‌زارب اصلا هم به قیافش نمیاد 10,000 تن. چهارم سگ‌هایی که دچار بیماری هاری شدند سالانه 61,000 تن. رتبه سوم مارها 142,000 تن. رتبه دوم هم به اشرف مخلوقات میرسه، چشممون روشن، که سالانه بین 400 الی 470,000 هم نوع خودش رو میکشه. و رتبه اول به پشه ها میرسه که سالانه بین 700,000 الی 1,000,000 انسان رو از پای در میارند. شما موجود خطرناکتری میشناسید؟